حالا دیگه پاچخور شو فرسته مهمون نهار بده مگه سالار خان بعد نهار بده وارم همچی بزنم پوزش که از این غلط ها در نکنه. آخه اتفاقی نیفتاده که یک نهار من رو دعوت کردم، من میام خدمتتون دوباره. و گویم بو وقای من وریم بابیل بزنیم دندوناش وریزه تو حلقه. نه بو مگه باد مرده بود خودم برم همچی بزنم که دیگه این حرفا در نکنه. شما وقتی خشم بشیدم خیلی جذاب بشیدم. راست بگویی جذاب تر بشید. شیر فرهاد آماده جنگ بید. باشیم بابا الان جنگ نیست این حرفا. بشیم ببینم چه غلطی باید بکنیم. به قربانت وگویم چقدر لباس جنگ پسرم بیاد. وگویم وقتی دوماد شدیم همین لباس رو بفرست. الان چیپم خشن شده. باشیم بابا باشیم. ولی مامان خیلی خوب موندن ها. من فاصله نفهمیدی سردار خان برای چی اینو دعوت نکرده؟ نه با تو میدان یه چرخی زدم ولی کسی چیزی نبدونت. من بگوام حتما یه نیم کاسه روی کاسه بید وگرنه برره بی خود مهمان دعوت نکنم. من بگوام اینه حبسش بکنیم که نه. من حبسم آخه واسه چی؟ اتفاقی نیفتاده. خانه بالا بررتون بنده نهار دعوت کرده، منم میرم نهار میخورم برمیگردم خدمتتون. ببند حلقته. خوب گوش بگیر ببین چی بگویم. خانه بالا بی خود به کسی نهار نمیده که بتپانه تو شکمش. او به تو نظر داره. به من؟ اونا؟ ای چقدر مشنگ میدین آقا کیانوش، هیچی نمیفهمی. اینا یکی رو بفرستادن پیش و گوهم شیر فرهاد بریم با چوب عقب بزنیمش که بر بپکن. چرا حرف مفت در نکنی ها؟ الان موقع جنگیه که مجبوریم وزاریم وره. بله چه اشکالی داره، میرم نهار میخورم برمیگردم. خوب گوش بگیر ببین چی بگویم. این بچه آدم میری نهارت هم میخوری میای. نخود گیرت نکنن ها. اگه یه ذره شل باشی وا دادی. ها شل نفس نباش. این بالا برره یا عجیب آدمایی ها. وی فرستادن دنبالش. من خودم برام تحویلش بدم. بابا ها از خودت خشونت در نکنی ها. نه پا بشو. اوی بله پا بشو. چرا مثل ماس بر مالیدی رو فرش؟ پا بشو. من؟ باشه خب چرا دعوا میکنی؟ این قیافه شبیه آدمای گول و خوره. خان منو فرستادن که این غریبه تهرونی رو بردارم و برم بالا. خانتان به سیبیلش خنده در بکرده. چی گفتی؟ همون که بشنیدی. احترام خودتون نگه دارید وگرنه؟ ها وگرنه چه؟ حالا من میگم اشکالی نداره بریم تا نهار از دهن نیفتاده. شما هم شانس آوردین که خان منتظر بید وگرنه؟ وگرنه چه بدو؟ جان نثار جان شما خواهش میکنم بفرمایید سوار بشید. سوار چی بشم؟ خان خر شخصیشون رو لطف کردن و فرستادن برای شما. من نمیتونم سوار خر بشم. آخه من از سوارکاری خاطره بسیار بسیار بدی دارم. خب چه بکنیم؟ فکر میکنم که فاصله کمی باشه میتونیم پیاده بریم. درسته؟ اینم باشه. خب بفرمایید. خواهش میکنم. این دفعه شانس نیاورده جان نثار. دفعه دیگه حالیت بکنم. صبر کن ببینم. چرا دستت خالی بید؟ چطور مگه؟ اینطور که دست خالی نمیشه وریم پیش خان. هر کس برای اولین بار که ورید پیش خان باید حتما برای او پیچشی بخرید. پیچشی چیه؟ پیشکش یعنی توفه. خب حالا بعد چیکار کنم الان؟ ببینم پول همراه داری؟ بله دارم پول دارم. خیلی خوب. پس بریم یه چیزی بخریم. چی بخریم آخه؟ بریم تا بهت وگویم. بریم. بیا. خوش آمدید جان نثار. کجا بیدی؟ چند وقتی پیدات نبید؟ کار زیاد بید. وقتی اضافه نداشته بیدم از صبح تا غروب باید پادشاهی خان بزرگ رو بکنم برای اینکه هر دفعه خودت که میشناسی خان را هر دفعه یه جای پادشاهش وخارد. ببین این یه چیزی برای پیشکش برای سردار خان باید بخرید. چی داره بهش بدی؟ میشناسمش. تو رفیق تهرانی شیرفرهادی؟ بله کیانوش اسم من. بله خاک وجود. کیانوش که اسم دختری. حالا چی بخواد؟
یه چیزی بعدشه برازنده خان بشد. اتفاقا یه ردای فرنگی تازه برام رسیده تک بی مال بوتیکای فرانسوی. فرانسه؟ بله. شنیدم خان بالا پاریس هم از تو شبنشینان اینو هم پاریس؟ همین خوب بده، از همین بده. همین خوب بید. قیمتش چنده ببخشید؟ 52 تومن. 52 تومن؟ 52 تومن چی شنیدم. فکر کردی؟ اینو تو بوتیکای فسا فروشن 100 تومن کمتر نمیدن. آخه من این کت شلوار 20 تومن خریدم. حالا به خاطر جان نثار بعد 50 تومن. آخه دیگه حرف اضافه در نوکن. وخر بریم. بفرمایید. صبر کن ببینم. این وهم بیاد. این اکتورای فرنگی شده بیدی. خیلی خوب. پول همراه بید. بله. لطفاً این را حساب وکن، بعداً پست بدیم. بفرمایید. بفرمایید. اینجا خانه من بود. به به چه خانه قشنگی، چقدر قشنگ. ای وای، میخواستم زودتر بگویم ولی دیر بش. خب این چیه؟ یه نفر میفته این تو باش میشکنه. چال اسکندرون بید. چاله اسکندرون؟ خب بدین پرش کنن، خطرناکه. چرا پرت پلا بگویی؟ چال اسکندرونی که جاذبه‌های توریستی برره بید. مردم از اون سر دنیا وکوبن ویان که این چال رو ببینن. آها، از اون سر دنیا میکوبن بیان این چاله رو ببینن. چرا؟ بله، این چال که میگه همچین چال بی ارزش نیست، ارزش تاریخی داره. جداً؟ بله، داستان از این گرال بید که هنگامی که اسکندر مقدونی کشورگشایی وکرد وارد ایران وشد. آمد مستقیم وارد برره شد. عجب هوایی دارد اینجا. ریه های ما می سازد. کلادیوس کیوس. سردار، نام این منطقه چیست؟ اینجا ایران است سردار. این را که می دانم. منظورم این که در کجای ایران هستی؟ این خطه از ایران را برره میگویند سردار. برره. عجب هوای خوبی دارد این برره. میدهم قصری برایم اینجا بنا کنند که بتوانم تابستانها را و آخر هفته ها را در آن سر کنم. بسیار فکر زیرکانه است سردار. در ضمن اینجا گیاهی رشد می کند که نام آن نخود است سردار. نخود؟ بله، و کل مردم برره از این گیاه تغذیه می کنند سردار. جالب است. برویم گشتی بزنیم و این گیاه را پیدا کرده و اندکی بخوریم. در خدمتم سردار. قدمی هم زده ایم. دنبالم بیا. اطاعت. چه شد سردار؟ این چاله وسط برره چه میکنه؟ این کیست؟ آی پیرمرد گستاخ، به من میخندی؟ ای پیرمرد جسور، به اسکندر مقدونی میخندی؟ آره، کارت خیلی خنده در بید. این پیرمرد این چاله را از عمد جلوی راه من کنده است که مرا از کشورگشایی باز دارد. تو که اینجا زمین میخوری چطور میتوانی کشورگشایی بکنی؟ اجازه بدهید سرش را از تنش جدا کنم سردار. لازم نیست. میدهم این برره را با آتش بکشند تا بدانی از این پس با اسکندر مقدونی چگونه برخورد کنی. بیا راضی باشید سردار.
و بعدش هم اسکندر متحول شد و برگشت روم و اسمش را هم عوض کرد، گذاشت اسپارتاکوس، به زبان برره‌ای یعنی آدمی متحول شو. و بعدم برده ها را آزاد کرد و اینزام شد چال اسکندرون. هر کس پاش ورفت این تو و گوهن که سکندری و خورد، یعنی همون اسکندر. عجب این برره تاریخی داشته من نمیدونستم. بله، تازه بعدها متاسفانه تاریخ برره را تحریف کردن. هندی ها و گوهن که اسکندر در هندوستان متحول و شد، ولی دروغ و گوهن، دروغ و دعوا کردن. اگر اونجا اسکندر متحول و شد، بعد چرا چال اسکندرون اینجا بید؟ خب بله این کاملا منطقی هستش. بله. حالا بریم خانه بزرگ که خان منتظر بید. بله. عجب خونه بزرگیه. بله، حالا کجاشو ودیدی؟ داخلش را نودیدی؟ کرک و پریزان بید. و فرمایید بریم. مهمان آوردن هی هی، کاشکی میمردن هی هی. مهمان آوردن هی هی، کیانوش آوردن وی وی. حالا شما هم زیادی شلوغش کردین. هنوز که چیزی نوه شده. شاید هم نخودگیرش نوه کردن برگشت پایین. این حرفا چیه شما در وکنی شادونا خانم؟ شما که اونا رو خوب بشناسی، اونا هر کاری بکنن یه بوی ازش در بیاد. وا و گوهم نوه کشنش ها. تا حالا که دیده که برره مهمان تهرانی رو وکشه مگه تا بیخش پوزش آوده؟ ها شیرفرهاد درست بگوه. منم فکر کنم یه هر کاری اینا بکنن یه بوی ازش در بیاد. در بیاد که در بیاد. به ما چه که خودمان قاطی وکنیم؟ اون که آخرش بر بگرده پایین. حالا اومد اون بر نبگشت. مگه وشه نبشه که؟ پس رسوم چی بشه؟ مگه نه اینکه رسبید که هر کی نشمنگ از وزنتش هر کی دیگه نجاتش وده یه هفته بعد مهمون اون ومونه. رسم برره یا بودم ما کیانوش دهاتی چیزا رو چه میفهمم؟ خاک بچوک راست فکر به اینش فکر نبا کرده بودم. باید بفهمیم اون بالا چه خبر بید. و گوهم بوا کاری نداشته بید بریم بالا برره گوش بکنیم و بینیم اونجا چه خبر بید ها. باز از خودت مزخرف در نکردی دختر. و خواهی من خودم برم بالا این برره بالا در بزنم بگم سردار خان اومدم واسم اینجا ببینم چه خبر بید. لازم نکرده بید. من خودم بریم بالا برره پشت پنجرهشون نگاه بکنم و ببینم اون تو چه خبر بید ها. نه فکر خوبی نبید. نه این خطرناک. خب پس چه کار بکنیم که بفهمیم؟ من همین الان خودم یه فکری در بکردم. چه فکری؟ و گوهم من برم بالا از پشت پنجره خانشان دید وزنم ببینیم چه خبر. شیرفرهاد درست بگوه. برو فکر خوبی بید. وای که همون فکر من بیدی فکر منو بدوزیدم. این فکری که من گفته با او که تو گفتی فرق میکنه. چه فرقی بید؟ به نظر بنده هم فرقش زیاد بید. ای دوست همچین وزنه. ای خاک بچوک بشین دختر. بوا ببین به روی من خنجر میکشن. زشت بید دختر خلاف بکن. آخه وای این فکر منو بدوزیدم. خجالت بکش. این کارا کار دخترونه نبید. میفهمی؟ نمیفهم. نه بفهمیم. شما همیشه بین من و این شیرفرهاد تبعیض ضربه کردی. حالیت بکنم. برا بچوک همین کارا رو وکنه که هیچ کس نویاد خواستگاری. ورکشیدم. برم با این بالش بزنم تو سرش با برار بزرگش اینجوری حرف نزنم. نه با قربونت برم. شما بر اونجا ببین چه خبر بید. این کار واجب بید. واجب تر یعنی بید تو کلش بزنی. چیز وگویم یه نگاهی هم وکن ببینی شاخشیم شد تو خونه چی ورپوشه. تازگی های پوز در وکنه که من برام از فرنگ لباس آورده بیدن همش لباس فرنگی ورپوشن. یه نگاهی هم وکن لباسشو ورپوشن. چشما دست در نرگونه. شما نفس من بیدی، شما نیناس بیدی، ای قند، ای تربچه، ای فلفل، ای پیازچه.
پاچه خاری وکن دیگه. پاچه خاری دیگه چیه؟ پاچه خاری مایه پیشرفته. هر کاری من وکنم تو هم وکن. قربان اون سیبیلت برم من. سیبیل که نبید، 1000 بیل بید. جان نثار، به حق که تو پاچه خار اعظمی یادم بنداز که پول بهت بدم. پول چه ارزشی داره قربان؟ همون سلامتی شما یه دنیا برای من ثروت بید. بله. خیلی خوب، بفرمایید بشینید. آقای قاسم این چرا مثل شما لهجه نداره؟ این یک برره اصیل بید. بله، برو بده اون بیا. چی میکنن؟ اسمت چیه تهرانی؟ من کیانوش هستم. البته کیانوش کاملا یک اسم مردونه هست. همچین بگوی کیانوش اسم مردونه بید، انگار ما شهر نرفته بیدیم. پس تهران رفتین شما؟ تهران نه، ولی فساد زیاد رفته بیدیم. بله، الان دختر و پسرشون هم در فساد درس بخونن. اما ای کاش شما به ما یادآوری میکردی که میای ما در برره مراسمی داریم که از مهمانمون به نحو احسن پذیرایی میکنیم. نه دیگه راضی به زحمت نبودم. من تو همین بیابونا بودم که یه ماری نیش مختصری به من زد و برنامه‌ام به هم ریخت. نشیمنگت بی؟ پس شما میدونین. احتیاج به دونستن ما نیست. نوع نشستن شما معلوم بید که نشیمنگز بید. یادم نبود. جان نثار در میزنن. ببین کیه؟ کی بید؟ نظام بید قربان. نظام دو برره. برو در باز کن. بگو بیاد تو. بفرمایید داخل. شکلات، نفس، آب نبات. نظام دو برره از اون خانواده های اصیل برره هستن. پدر بزرگش از خانهای بسیار بزرگ برره بوده. شما لطف در بکردین. راستی ما بشنیدیم توی تهران مردها 20 سیبیل بیدن. راست بی؟ خب البته در تهران بله، سیبیلدار داریم، 20 سیبیل داریم، همه رقمه داریم. بله. و فرما سردار خان، هی من بگویم هی شما میگویی در بگویی. شاخ نبات خانم، اینقدر آدم به این مسائل گیر نمیده. ول کن، مهمان داریم. بله، ما به افتخار ورود این مهمان عزیز مراسمی درو کردیم که یک غیر مقدم هم درو کرده باشیم. درو کنید. بله. در ابتدا گروه حرکات موزون برره تقدیم بکنند. آبروی هرچی برره یه برده بیدم. چه طرز مراسم اجرا کردنه؟ برو کنار بذار منم ببینم. تو اینجا چه کنی؟ مگه بوها نگفت نیا بیرون؟ اول به فکر خودم برسید بیام اینجا. نوشه برو خونه. جیغ بزنم خب بیا تو هم ببین. دید وزن. چقدر بعد اجرا بکنم. و اینک قسمت دوم برنامه. بگوری برره، شاعر توانای برره از خودشون شعر درو کنن. رخصت درو کنید. رخصت. یکی را ور بزدن در نشیمن در بیابان، نشیمن ورگزی چون اژدهای چین و یابان، ولیکن طالعش خوشبید و خوشایی تلپید،
برره بی جایش سرورش سردار خارجان. آفرین بگور، آفرین. یادم باشه بگم 10 تومن بهت بدن، مرغ بخری درست کنی بریزی تو خیکه. ای خیکم به فدایت. جانم برات شعر در نکرد، باید پولشو بدی. آره پولیه. من نیست حالا برام شعر نگفتن، فکر کردم که حالا همین جوریه. چی کار میخوای بکنی؟ برام پولشو بدم دیگه. وا تو مثل اینکه رسوم سرت نباشد، بعد براش پول پرت بکنی. پرت کنم؟ بله براش پول پرت کنی وسط فرق سرش. معلوم بید فقط شما قدر هنرمند رو بردونید. این ملیجک مخصوص ماست. از این مسخره تر تو این اطراف گیر نمیاری. چیزایی برات تعریف میکنه که روده ها در خنده میاد تو حلقومت. پس حالا اگه خان جان اجازه بدن من از خودم یه لطیفه برره‌ای در بکنم. به یه پایین برره‌ای وگوان بلدی از چراغ زنبوری از خودت در بکنی همچین بکنه ویز ویز خیلی باحال بود. عین اون پایین برره‌ای ازشون در نکرد. دیگه بگو. ادای ماهی نکن دلم درد گرفت. ادای سوسک. بگم این ملیجک چقدر مسخره بید. وگوان خوش به حالشون. کاش این ملیجک پایین بره را بید. کلی خوشی در بکردی. و دیدی چجوری ادای سوسک در بگورد. اینقدر خنده در بکردم روده هم برپیچید به هم دیگه. نوچوفسکو. الهی قلبش لازگی بچه تو از بس که با نمک میدید. من تو رو نداشتم چیکار میکردم؟ نه یا من اینم سکه ها. اشکام در نشد. بگویم نهار بیارم. بگو دیگه دلمون داره قیش میکنه از گرسنگی. نوچوفسکو که نداری؟ نه خیر این نخواهیم سوز نخود بخوریم. سوز نخود؟ بله. میگم ویا بریم. تو برو من بعدا ویا. ببر چلسته. تو اصلا ذوق نداشته بیدی؟ ورچو. ببین درست باید بیفته روی زبونه. آره. ببین یه کمی دقت کنی یاد میگیری. حسای برره‌ای کلا یه خورده تمرین بخواد. بله یه ذره داغ نمیشه سبک خنک شه. مگه اسمش که سوز نخود نبید که ویق نخود بید. چی؟ ویق نخود یه غذای سرد، نخود سرد اونو بخوردن. یا با عسل یا با آب لیمو. یاد میگیره ویا بیرون. یه بگویی وگویم ویا بیرون. باشه. چیکار داری؟ چیکار بخوای بکنی الان؟ چی رو میخوام چیکار بکنم؟ بابا این پسر اسمش چی بود؟ اسم دختر گذاشته بید روش. این چیز تهرونیه، کیانوش. خب هیچی ردش میکنم بره. همین
نرخ توقع داری تا برره پایین کولش کنم. آره متوجه نبیدید همین کارا رو کردیم پایین برره اینقدر پر رو شدن دیگه. من چیکار کردم؟ همین دیگه. ببین که من اصلا وگوام چه معنی داره از تهران مهمون بیاد واسه برره بعد بره ور دل این شیرفرات و سالاره. حواست پرت بیدار. از من میشنوی به این برره نباید اطمینان کرد. پوزشونو بعد زمین وزد. بعد شما چیت کمتر بید از این خانه برره که این هرچی مهمون باید بره دلمون. من هیچی اونا کمتر نبید، عمرن اونا خیلی هم سرتر بیدم. پس اگه از من وشنوی خب این کیانوش اینجا نگه دار. مهمون قاپون کنی؟ چرا نبکنی؟ نظام جنگ وشد وشد راحت وشی وقت نسل هرچی پایین ور از روی زمین ورکنده وشد. نکنه وترسیدی؟ من وترسیدم. میخوای این کیانوشه رو با شمشیر وسط نصفش کنم؟ کیانوشه رو چی کار داری؟ من اصلا یه فکر خوب در وکردم. میداری گوشت وگوام این عکس جد بزرگ من خان دماغ کوفته‌ای بید. مرد بزرگی بید. خیلی خدا رحمتش بید. ایشون هم خان بودن؟ نه گردنگیر بید. در تمام زندگی پربارش بیش از 400 تا کاروان رو چپاول کرده بید. الهی بمیرم براشون. هیچ کس از دستش در امان نبید. آخرش هم یه شطور بهش وزد و مرد. تقصیر با شطور بید، سرعت زیاد بید. بله. و اما این تابلوها به نظر من خیلی آشنا میان. یعنی از لحظه‌ای که من وارد شدم نگاه کردم خیلی به چشمم آشنا میومد. این مال یکی از بزرگترین نقاش برره واسیلی کاندینسکی بید. چقدر شوخنی شو. یعنی چی؟ مگه من با شما شوخی داشته بیدم؟ خانم چی داره میگین؟ آدم با فرهنگ و هنر شوخی کرده بید. کاندینسکی یک هنرمند برره‌ای بید. سبک آبسترکوتون برره‌ای رو جهانی وکرد. بله. یعنی اینا مال خود واسیل کاندینسکیه؟ بله. تازه اسم اصلیش هم واسیلیون کاندینسکی دو برره بید. بعدن اسمش عوض کرده بید. بله. آخه اون که اهل روسیه بود. بله. از اینجا کوچ وکرد بعد ور روسیه. یعنی اینا اصلا بله ما از اینا زیاد داشته بیدیم. اینا خیلی ارزشمندن. خیلی ارزشمندن. عزیزم اینا خیلی ارزشمندن. میدونم اینا کار کاندینسکینه. بله. من یه سوالی برام پیش اومده. کاندینسکی اینجا تو برره زندگی می‌کرده؟ گورش تو همین یکی از همین قبرستونای ما بید. خدا بیامرزتش. اتفاقا اونم یکی از همین نشیمنگسا زده بید و مرد. حالا نزار جان اشکالی نداره. من میگم میخواستم به شما یه پیشنهاد بدم. پیشنهاد؟ بفرمایید. من میگم که چرا پیش ما نمیمونی؟ بله. بمون دیگه. منظور خان اینه که شما چرا در شهر شما نه که این توی دخمای پایین برره بمونید؟ آره تهرانی. ببین اصلا تمام بالا برره‌ای ها مهمان نوازن. دوست دارن تو پیششون بمونی. نه ببخشی؟ بدون اجازه کی مهمون دعوت بکنی؟ من خدمت شما وگوام. بعداً توضیح بدم. نه خیر همین الان باید توضیح بدی. بابا شما تشریف بیار توضیح بدم. تشریف بیار. شما از این تابلو کاندینسکی خوشت نیومد؟ آره تو هم. چی؟ میگم که یعنی کیه که بدش بیاد به هر حال. اتفاقا من از این تابلو زیاده و داشته بیدم خونه. دوست داشته بیدی مهمون ما بیدی بگه که از اینا بده. میخوام بابا هدیه بدیم تابلو کاندینسکی. خیلی از شما ممنونم. خیلی خوب. پس شما پیش ما میمونی. نه دیگه راضی بزن مثل که خانم راضی نبودن. من غلط کردم. شما خونه خان بمونید. اتاق پسرش هم بخوابید که شهره. آخه من به شیرفرهاد قول دادم. ببین عزیز من کدوم پایین برره آخه به قولش وفادار بوده. حالا تو یکی میخوای باشه ول کن بابا بمون دیگه. بریم میخوام اتاقت هم نشونت بدم. بفرمایید. خان حرف نوزه. شما الان نشیمنگز گشته بیدید حالیت نبید چی بده. بله بفرمایید. بریم اتاقتون نشونت بدم. بریم بفرمایید. فرگوهم خان واسه چی میخواد اینا نگه بداره؟ مهمون قاپونه. ولی باور بفرمایید من میترسم این سالارخان ناراحت بشه. بزاوشن اینقدر آدم های بدی بیدن به خصوص شدن این اسبید اصلا پرستیژ نداشته بیدن. آره.
خوب اینم دیگه اتاق تو دیگه. خیلی ممنونم، خیلی لطف دارین ها، ولی این بچه‌های پایین تهیه تدارک دیدن ناراحت میشن. باز میگه اونا. ببین این شیرفرهاد انقدر خنگ بید اصلا یادش نبید تو کی هستی. سرناز خانمم کیف خدا واسه کسی نبیاره. اگه اخلاقش خوب بید تو خونه نمیبون بعد ترشه. اصلا خانواده خل چل میده. شما نگران نباش، من باهاشون صحبت بکنم. پس من مطمئن باشم که ناراحت نمیشن. آره بوا، من دستورش به من. آقا کیانوش من بگویم که اگه شما اینجا تشریف داشته و بیدید انگار پسرم از شهر آمده بید اینجا. آره فقط یه مسئله، من برم چمدونم بیارم این وسایلم. اصلا حرفش هم نزن، این جان نثار میبینی میفرستم بره همه اساستو ورداره بیاره اینجا، تو استراحت بکن. استراحت بکن. آره عجب گیری افتادیم. تکون نبخوردی که دارم وکشمه؟ تکون نبخوردم. چرا تکون بخوردی؟ نبخوردم. و گویم تکون بخوردی دیگه اعتراف کن. خیلی خوب بابا، یه ریزه من تکون بخوردم. خب بابا خسته شدم از صبح تا حالا همینجور سیخ نشستم جونم در برفت. ها چی شد باد؟ مگه خودت همیشه نمیخواستی که من هنرمند باشم؟ اینجور که تکون بخوری که من هنرمند نبشم. همش کج کوله شده بید. خیلی خوب میگم وخوای سرناز جای من وجا. ها سرناز پاشو وایسا وکشمت پاشو. من حوصله نداشته بیدم، دارم خنجرم تیز بکنم. دختر تا هم به جای خنجر بازی بیا نقاشی یاد بگی. نه بابا من از این قرتی بازی ها خوشم نمیاد. این کارا رو بکنی که ومونی رو دستمون وترشتی. موات راست بگو. ای بابا باز به من گیر بدادین دیگه. اصلا موها چند وقتی این بابا واسه چرا در نبکنه ها نه. آخی راست بگوی دختر، تو چرا تازگی واسه من شعر در نبکنی؟ ای بابا من همین دیروز برای تو روایی در کردم. دیروز چه به امروز؟ خب امروز از صبح تا الان همجور مثل سیخ نشستم بیدم دیگه چجوری حالا بعدا روایی در بکنم. سرگو بزنی؟ خیلی خوب زاری مکن. زاری مکن. سرگو بزنی. خیلی خوب زاری مکن. قول میدم امروز برات یک سره روایی در بکنم. راست بگویی؟ چه شد از شیر فرهاد؟ ورماسیدی ها؟ چی شده موها بگو؟ جان نثار آمد چمدان کیانوشو وگرفت و ورفت. یعنی چه؟ مهمون قاپونه. مهمون قاپونه؟ فرهاد همین الان میری بزرگای پایین براره جمع میکنی هموم تا من بیا. چشم بوا. این که یعنی مهمان قاپون؟ بله خاک بر سر رو قاپوندم. مهمان قاپوندن هی ما رو سوزوندن هی کافیه دیگه. میگم حالا چه بکنیم بوا؟ جنگ بکنیم. نه هنوز واسه جنگ زود دیم. واسه اینکه شما رسوم براره فراموش کرده بیدیم. با چه بکنیم؟ جواب مهمون قاپون با چیه؟ مهمون پس قاپونه بوا. بله فرهاد. بله بوا. نینجونها رو خبر بکن. نینجونها رو خبر بکن. بگو امشب مهمون پس قاپونه. نینجونا
این چیه؟ آقا 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 چه رسمی آخه من نمیفهمم. ای بابا آقا سردار جان